هیچ ارزی، نه پپه و نه بانک و نه حتی شیبا به گرد پای این یکی نمیرسه، چون این بار خود ایلان ماسک وارد میدون شده. همون مردی که یه اشاره کوچیکش به دوج کوین خیلی‌ها رو یک شب میلیونر کرد، اما الان رسما دست گذاشته روی یه ارز جدید به اسم سوئیس چیز و میگه میخواد از سطح زمین پرتش کنه تا بام آسمون. و فقط هم ایلان پشتش نیست، چون جرمی داوینچی، همون کسی که 10 سال پیش بیت کوین $1 رو پیش بینی کرده بود، این ارز رو هم تایید کرده و میگه مسیرش آشناست. اما جذابترین بخش ماجرا اینه که مؤسس سوئیس چیز یه لاتاری 2 سربرد گذاشته مخصوص کسایی که این ارز رو نگه میدارن. قانونش هم اینه که فقط 1000 واحد از سوئیس چیز بخری و توی ولتت هولد کنی و هر روز وارد قرعه کشی های بزرگش میشی. جایزه ها هم از $100 روزانه شروع میشه و تا $1000 هفتگی و $10,000 ماهانه میره. اما این فرصت فقط تا پایان سال 2025 فعاله. پس اگه میخوای قبل از پرتاب موشکی سوئیس چیز سوار موج بشی و تو قرعه کشی ها شرکت کنی، الان دقیقاً وقتشه که سری به پیج و کانال رسمیش بزنی.